این صفحه آخر کتاب نه به نظرم صفحه آخر. نه نمیدم دست. خب بدونیم چی آخه. یه چیز خیلی جالبی پیدا کردیم تو وسایلش. خیلی به نظرم واقعا جالب. ببین این مال کی ازدواج کردی؟ چه سالی؟ آها آره سال 58. 58. این کارت عروسیشه مال سال 58. شریفی نیا حاجیان، خانم حاجیان. اینجا نوشتن که بسیار آرزو داشتیم که جشن میگرفتیم و در شادی ما شرکت میکردید، یعنی این کارت عروسیه، لیکن هزینه جشن را به کودکانی اختصاص داده ایم که بی بضاعتن. به نظرم در اون سال این کار چقدر ارزشمنده. یه جمله دیگه داره خیلی خوب. خودت بخون. بسیار آرزو داشتیم که جشنی میگرفتیم و شما نیز در شادمانیمان شرکت می‌فرمودید، لیکن هزینه جشن را به کودکانی اختصاص دادیم که ثمره این پیوندها هستند، ولی از داشتن حتی یک لباس نو برای عید ناتوانند. این شب عید ما عروسی کردیم 28 اسفند 58. ناتوان از داشتن یک قلم برای نوشتن و یا یک کتاب برای خواندن. پس شما با شیرینی جشن محقر ما شیرین کام نشدید، لیکن خنده بر لبان چند کودک فقیر نشست و به یقین شما اکنون خرسندترید. با پوزشی شادمانه دستتان را میفشارد. شریفی نیا حاجیان 28 اسفند 58. چقدر عالی.